وقتی که کرمان پناه لطفعلی خان شد، آتش خشم آقا محمد خان زبانه کشید و شهر زیبا و آرام کرمان به خون نشست. حدود 230 سال پیش آقا محمد خان قاجار کرمان رو محاصره میکنه. اما اینجا فقط یک شهر نبود، خودش یک قلعه بود با دیوارهای بلند، دروازه‌های محکم. آقا محمد خان اینجا رو به توپ بست. زیر دیواراش تونل زد، ولی مردم کرمان تا آخر ایستادن و جنگیدن. کرمان اون روزا دژ واقعی بود، پر از غرور و مقاومت. وقتی از کنار دیوارهای قدیمی زندیه اطراف کرمان بگذریم، میرسیم به یک قلعه دیگه، قلعه دختر، که قدمتش به 3000 سال پیش میرسه، زمان مادها. میگن یک دختر از خاندان پادشاهی اونجا زندگی میکرده و با یک طلسم جادویی از قلعه محافظت میکرد تا یک روز طلسم میشکنه و قصه عوض میشه. اینجا کرمان، پارک قلعه و پشت سر من این تابلو بسیار زیبای 3000 ساله قلعه دختر. دور تا دورشو یک خیابون ساختن و قسمتش هم خاکی هستش تا بتونن بازدید کنندگان به اطرافش قدم بزنن. درب اصلی این قلعه در ضلع غرب قلعه قرار داره. بریم با هم ببینیم. قلعه دختر در همه سلسله ها وجود داشته، به معنی دست نیافتنی، قلعه‌ای که هیچ وقت فتح نمیشه. قبل از دیدن ویدیو اگر هنوز کانال سابسکرایب ندارید حتما سابسکرایب کنید تا پایان مسیر همراه ما باشید. قبل از اینکه این شهر اسمش بشه کرمان، اینجا رو گواشیر صدا می‌زدن. یک شهر باستانی پر از فیروزه و آتشکده. گشتاسب اینجا آتشکده ساخت و اردشیر بابکان قلعه شهر رو بنا کرد. اما با گذر زمان گواشیر شد کرمان و قصه از این سرزمین وارد فصل تازه‌ای شد. در شرق شهر کرمان بر فراز تپه خاموش قلعه‌ای ایستاده که نامش قلعه دختره، یادگار دوران مادها و نماد رازهای کهن. میگن فرمانروای گواشیر یا دخترش کرمی جادویی داشته که قدرت و برکت رو به همراه می آورده. این کرم در دل قلعه نگهداری می شده و قلعه تا زمانی که کرم زنده بود شکست ناپذیر و محکم باقی می موند. اما با خیانت یک کنیز کرم کشته میشه و قلعه سقوط میکنه. از اون پس نام شهر رو از گواشیر به کرمان تغییر دادن، یادآور کرم آن دختر. قلعه دختر با دیوارهای خشتی، برج‌های آیینیش نه تنها فقط یک دژ نظامی بلکه پرستشگاهی برای آناهیتا، ایزدبانوی آب و باروری بود. امروز این قلعه نیمه ویران همچنان صدای تاریخ را در باد زمزمه می کند. قلعه دختر کرمان با نامهای قلعه کوه، قلعه کهن یا آتشکده آناهیتا هم شناخته میشه. یکی از کهن‌ترین بناهای دفاعی و آیینی ایران به حساب میاد. این قلعه بر فراز صخره‌ای با ارتفاع حدود 400 متر در شرق شهر کرمان ساخته شده و در کنار قلعه اردشیر قرار داره. مساحت بام قلعه بیش از 20 هکتاره و مصالح اصلی اون خشت خام و گل رس اما بسیار مقاوم هستش. ساختار دفاعی قلعه شامل برج‌هایی که با نیمرخ‌های مربعی و دایره‌ای دروازه اصلی در سمت غرب قرار داره و تنها راه ورودی به قلعه از طریق تنگه‌ای باریک در شمال صخره بوده، مسیری که امنیت قلعه رو به شکل چشمگیری بالا می برد. درون قلعه طاق‌نماهایی دور تا دور محوطه دیده میشه و با پنجره‌هایی بدون در که شاید برای تهویه یا دیده‌بانی طراحی شده بودن قرار داره. قلعه دختر مجهز به آب انبارهایی بوده که برای ذخیره آب در مواقع محاصره یا خشکسالی استفاده می‌شده. طراحی این قلعه به گونه‌ای بود که امکان زندگی طولانی مدت در درون اون فراهم بوده، با تدابیر دفاعی، ذخیره‌سازی، سازوکارهایی که هم ایمنی داشته باشه و هم پایداری. در محوطه وسیع قلعه آثار چند عمارت کوچیک گلیدی هم دیده میشه که احتمالاً محل سکونت یا انبار بوده. اما قلعه دختر فقط یک دژ نظامی نبوده، اینجا محل عبادت آتش و پرستش ایزدبانوی آناهیتا، الهه آب و باروری و زنان هم بوده.
آثار پرستشگاه‌های زرتشتی و آناهیتا در قلعه پیدا شده که نشون میده این مکان نقش آیینی مهمی در دوره‌های مختلف تاریخی داشته. در دل همین دیوارهای خشتی افسانه‌هایی جریان داره. روایت‌هایی از فرمانروای دختری با طلسم محافظ قلعه که تا وقتی کرم جادویش زنده بوده هیچ کس نمیتونسته به قلعه نفوذ کنه. با خیانت یک کنیز کرم کشته میشه. طلسم شکست و شهر گواشیر به کرمان تغییر نام داد. یادآور اون کرم افسانه‌ای که روزی نماد قدرت و برکت بود. امروز قلعه دختر با دیوارهای نیمه ویرانش هنوزم صدای تاریخ رو در باد زمزمه میکنه. ممنون که تا پایین ویدیو همراه هم بودید. لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه. اگر از چنل خوشتون اومد حتما به دوستانتون معرفی کنید.